آخ سرم، جسم ناقصم، چه بکنم از دست اهالی؟ کت خدا به دادم برس. در کوچه چند جوان مرا خف کردندی، بابایم را همی در آوردندی. آخ، دهانم را اسفالت کردندی، اهالی در تویر گیرم انداختندی. آخ، و چپوغم را همی چاق کردندی. آخ، کت خدا، اهالی با الاغشان مرا زیر گرفتندی. ای وای، همه من را که آشولاش کردندی. اینطور نمی شود. فردا همه بیایید تا برایتان کلاس دفاع شخصی همی بگذارم. اودا لگد به هوا. خاک بر سرتان با این دفاع شخصیتان. بلند شید، بلند شید. آهای اهالی فینیتو، ما همه کلاس دفاع شخصی رفتندی و اغتشاشگران بدانندی که حریف ما نمی شوندی. قال قاریس ریس فرفر، بیاید جلو. آموزش دفاع شخصی که سهله، آموزش دفاع جمعی هم که ببینید باز اهالی کله پایتان میکنن.